حضرت موسی در یکی از ملاقاتاش با پروردگار خویش در کوه دور وقتی با خدا راز میگوید از خدا طلب کرد که پروردگارا به من یک ذکر را تعلیم ده که من اون ذکر بیشتر کنم تا که رفع درجات من شود و اون ذکر برای دعای مستجاب شدن من باشد. قال قل لا اله الا الله. خداوند فرمود لا اله الا الله. قال یا رب لكل عبادك يقولوا هذا. حضرت موسی خدایا این همه بندگانی تو میدانند از آدم تا این زمان همه کسی که موحدین است پیامبران تویی. قال قل لا اله باز خدا بودش بگو این کلمه را. قال انما اريد شيئا تخصني به. خدایا من یک ذکر خاصی را میخوام که هیچ کس نداند ثوابش کلام باشد. قال يا موسى لو أن السماوات سبع والأرضين سبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالك لا إله إلا الله. بعد خداوند گفت ای موسی اگر 7 زمین و آسمان به همه چیزی که هستند در وجود شد در یک تله ترازو بمانی و لا اله الا الله در تله دیگری ترازو بمانی لا اله الا الله از اونها کرد. ببین در یک روایت دیگر در کتاب میاره که گفتش که ای موسی اگر تمام درختای دنیا قلم شوند و تمام دریاها و آبشارها رنگ شوند فقط تو بنویسی ثواب 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 درختها خیار شوند دریاها و آبشارها خشک شوند اما ثواب لا اله الا الله را نوشته نتوانند. ببین چقدر فضیلت دارد. یا که دنیایی را میگه دهنهای خودمان بیفره میشود امرامون زیاد ضایع میشود دیگران هم خسته بکنیم اما لا اله الا الله را نوشتنش نمیتونیم. و عن ابو هريره قال يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامه. حضرت ابو هريره گفت یا رسول الله کی سعادتمندترین شخصی است که اولین شده در قیامت و شفاعت تو روبرو می شود. البته پیامبر خدا فرمودند این قریب روز از کسی هم نفهمیدم. من میدونم اون محبت اون حسی که نسبت به حدیث داری بگو اسعد الناس بشفاعت یوم القیامت من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه او نفسه. هر کسی که این کلمه لا اله الا الله از صدق دلی و از عمق دلش اگر از اخلاصش اولین کسی که در روز قیامت شفاعت من به اون رسد هم در اون روز دهشت در اون روزی که بجز رحمت خدا کسی یادگر یعنی فریاد رسد نیست کسی نجات دهنده نیست. میخوای که رحمت للعالمین در نجات دهد از این کلمه را بشنوی. حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه حکایت میکنند که حدیث که داره حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بسیار با یک چهره ناراحت بسیار شکستگی بودند که جبرئیل امین از جانب خداوند در پیغمبری ما به شما نازل شد گفت ای حبیب خدا الله به تو سلام میگوید و خداوند سبب و علت انمی خستگی و انمی شکستگی و انمی ناراحتی تر از تو میپرسد. البته خداوند از عموم دل همه مخلوقات اگر ماهی در زیر آبیان آب کند الله از راه او خبردار است، اما این را به خاطر رفع درجات پیغمبرش به خاطر آبروی محمد صلی الله علیه وسلم به خاطر عزت پیغمبر سوال کرد. نباشه خدا نیست گفت به خاطر امتان به خاطر ما و شما. حضرت جبرئیل امین میگه دست شکلی آمد به قبرستان طریقانت خدا میگه در یک قبر میگه دراز کرد کن لابن الله به فرمان خداوند بلند شد. میگه یک جوان نورانی بسیار چهره زیبا
بسیار خوشحال از تن بلند شدی میگو لا اله الا الله محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. گفت بازگرد، دیگر چیزی سوال نکرد، همین دیگر را در دیگر قبر میگه دراز کرد و کن بی‌اذن الله. میگه در این هنگام میگه یک جوانی که اگر با همه هستیش آفتاب در حضور سر او میگه خیره میشی، دیگر دنیا روشنایی خود از دست میداد، با چنین میگه دهشت، با چنین داد و فریاد صورت زیشت و حسرتا و ویلتا بیرون شدی، داد میزد با حسرتا و ندامتا و ویلا. اون هم گفت بازگرد. حضرت جبرئیل گفت هر انسان در کدام حالت بمیرد حشرش به همون حالت است. در حالت ذکر میموری، در حالت تلاوت میموری، در حالت عبادت میموری، پای بطارت میموری، در حالت نیت خیر میموری، در همون حالت بلند میشی. اما خدا نکنه که شراب نوشیدگی باشی و مست باشی، با دختر در کدام لبی دریا باشی، اگر بمیری وای به حالت، وای جوابه من بکنی ساده نمیزید. هر روز ده ها 20 ها صدمه شده از روی زینا مردی سالیه، وای به حال شد. نه خدایی فایده شو داره، نه ختمی قرآن فایده شو داره، نه هیچی فایده شو نداره. بله این چیزیست که الله با پیغمبرش نشان داد. در کدام حالت بمیری در روز قیامت به همه حالت برگزیده میشی. کوشش کنید که همیشه یاد دل در یاد الله باشد، همیشه فکر و هوش در خدا باشد، با اون خالقی که حتما روز پیشون میریم. و انس قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لیس شیء الا بینه و بین الله حجاب الا قول لا اله الا الله و دعاء الوالدین. حضرت انس روایت کردند که هر چیزی که اگر باشد یا هر دعایی باشد، هر چیزی باشد، ما بین خدا و اون چیز حجاب است، پرده هاست. الا ان دعای لا اله الا الله، ما بین گوینده او و پروردگار هیچ حجابی نیست و ما بین دعای پدر و مادر در حق فرزند چون حجابی نیست، به حجاب کافی نیست. وعن عبد الله بن الرافع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا اله الا الله وحده لا شريك له احدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسیار آسان است که كتب الله الف حسنه، یعنی هر کسی که این کلمه را میگوید که 2 میلیون ثواب در یک بارش، كتب الف و الف حسن، 2 میلیون ثواب. لا اله الا الله وحده لا شريك له، لا اله الا الله وحده احدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اگر در یک روز 10 بار بگوش، 10 بار 20 میلیون ثواب. عن عمر بن الخطاب النبي قال ما منكم من احد يتوضا فيبلغ او يسجد وضوءا ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه 80 يدخل من اي شاء. هر کسی که طهارت میکنه، طهارت بجا میدارد. برادر عزیز طهارت پرره کنید. من نگاه میکنم جوانها را در حالت طهارت کردن، اکثر مردم طهارت نمیکنند. برادر عزیز طهارت نمیدانه از علمها پرسید. برای این کتاب بخشش از بخش در فقه اسلامی، برای این حدیث های بسیاری هست، حتی فقط برای یک ما بین انگشت قرن شدنش پیغمبر خدا گفتن نار جهنم خلال میکنن. آشمود که فرزا رو بعضی فرزا رو ترک میکنن در طهارت. تو پیغمبر خدا گفتن هر کسی که طهارت پرره کند و بعد از طهارت بوده که
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. هشت دروازه بیش براش شهادت هست کردنش. بسیاری من سوال میکنن حضرت بعد کارا چی کار وعن ابن عباس النبي قال افتحوا على صبيانكم اول كلمه بلا اله الا الله ولقيتهم عند الموت لا اله الا الله فان من كان اول كلمه لا اله الا الله واخره كلمه لا اله الا الله ثم عاش 1000 سنه لم يسأل من ذنب واحد. حضرت ابن عباس شاید مفسرین روایت میکنند که شما کوشش کنید که فرزندهای خود اولین کلمه‌اش لا اله الا الله باشد. ولی میبینید بسیاری خانه‌ها کودک‌های کلمه میوچه‌شون رو نمیدانند. بدروی میگه تو بگو کلمه رو در پیش داماد میگه لا اله الا الله محمد رسول الله. اما بعضی ها شخصیتی 4 و 5 و 6 میخونن اگر پرسش نمیدانند. پرسش نمیدانند. من یک بار یک جا فریاد کرد یک آدم که همین آنلاین فرزند ما رفتم. وقتی رفتم دیدم بچه‌ش که 5 یا 6 میخوام بعد پرسیدم تو بنده کسی گفتم حتی بنده خدا بودنش نمیدانم. برای همین باید کوشش کنیم. باید کوشش کنیم فرزندها رو یاد کنیم. شوخی نکنیم این چیزا را. امروز نگاه کنید که از تلویزیون کودک رو در یک بار شنیدگی یک سوره از یاد میکنن. کودک 3 ساله در یک بار شنیدگی از تلویزیون با همون عجله‌ای که در تلویزیون میذارن از یاد میکنن. اما یک کلمه زیبایی که هم حیات دنیاییش زیبا و خوشرو و معطر میکنه هم قیامت را هم خدا از او پسند میشود. چرا این تعلیمش نکنیم؟ چرا تعلیمش نکنیم؟ تنبلی نکنیم. باید که حتما تعلیمات را در خانه ها و در فرزندان هیچ که چیزا معن کرده نیست. حق دارد تعلیمات دینی خود باید در فرزنداش تعلیم گیرد. وعن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت ابراهيم ليله الاسرى بي فقال يا محمد اقرا امتك من السلام. حضرت چنانچه شب مثال جمعه گذشته در باب شب معراج رسول اکرم صلی الله علیه و که در 4م آسمان پیغمبر خدا صلی الله علیه و حضرت ابراهیم علیه السلام دیدن. در 7م آسمان گفته که فقط و فقط پیغمبر خدا را عرش پیغمبر به این کس زیارت به چون این موسیقی به احترامش. میگه وقتی که حضرت ابراهیم علیه السلام سلام کردن گفتن که ای محمد صلی الله علیه و سلم فرزند صالحم از نام من به امتات سلام بگو. سلام حضرت ابراهیم به همه ما و شما. بعد از آن گفت که بگو که و اخبرهم ان الجنه هیربت التربتی وأصبح الماء وإنهم قيام وإن برسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. گو از من خبر که به آمدات که جنت یک بیابان است، نه درخت دارد و نه آب و نه هیچ هست. اما درخت‌هایی که در اونجا میرویند به محنت تو در دنیا هست. در اون قصرهایی که در اونجا آباد می‌کردند بس محنت و زحمت شبانه روزی ما و شما وابستگی دارد. یعنی گفتن که بگو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. انا همین از بگو گفتن امتات بگو به هر گفتگی چند هزار درخت، چند قدر چشمه ها، چند قدر قصرها که در شب معراج هم پیغمبر خدا وقتی به بهشت داخل شدن دیدن که بعضی قصرهاش نیمکاره اما نابود هیچ تعمیرگر تعمیر ندارد. پرسیدن این چه حالت است؟ گفت که یعنی مصالح از دنیا به ما وارد میشود. چگونه؟ گفت صاحب همین قصر در دنیا باید سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. اما خیرش اینک همین قصرش نیمکاره برای همین تعمیر شو کنیم. این را بیشتر بگیر.
می‌آوریم حضرت ابو هریره میگه قال النبی علیه السلام کلمتان خفیفتان علی اللسان و ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن. دو کلمه هستند که اینها در زبان گفتن بسیار سبک هستند، اما در ترازوی اعمال در روز قیامت به فایده من شما از هر چی عظیم‌تر هستند. این دو کلمه را با الله هم دوست می‌دارد. سبحان الله و بحمده والحمد لله. این مشکل است این گفتنش روز دعوت سبحان الله و بحمده والحمد لله العظیم. مشکلی که ندارد دیگر. و ابی امام قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، اینم در باب حدیثی حدیث نمیگه. و ان ابو هریره قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من سبح فی دبور كل صلاه 33 و حمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 وقال تمامئة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه ان كان مثل زبيبة البحر. بعضی ها ایراد میگیرن که شاید این مذهب حنفی است که جایی 33 بار الحمدلله و 33 بار الله اکبر 33 بار الحمدلله را به خود کسب کنند. این حدیث است که حضرت ابو هریره از زبان قربان رسول الله صلی الله علیه و آله روایت کردند. هر کسی که گفتن انا اینها را بعد از ادای نماز 33 بار سبحان الله بگوید، 33 بار الحمدلله بگوید، 33 بار الله اکبر بگوید که 99 بار میشود در آخرش لا اله الا الله وحده لا شریک. اگر چندی گفتن اینهایی که ما عادت داریم بعد هر نماز میگیم، اگر گناه این بنده به اندازه برها و قیامت‌ها هم باشد خداوند می‌بخشد. ولی بعضی‌ها اعراض می‌کنن از ایجاد گرفتیم چون گناه می‌کنیم تسبیحش نمی‌کنیم و با تسبیح‌ها رو میگه 33 بار حسابش کنیم. خوب رو باید حسابش کنیم چون از گفته پیغمبر باید زیاد باشه نکن. نمی‌تونیم ما 100 بار بگیم در غیر این میگیم، اما در حالت نماز 33 بار گفت پیغمبر گفت 33. اما میتونیم بعضی ها تسبیحات حضرت فاطمه الزهرا بگیم 33 بار الحمدلله، 33 سبحان الله، 33 بار الحمدلله، 33 بار الحمدلله و 34 بار الله اکبر 100 بار شکر. اینا هست اما از این بیش نیست. باید از پیغمبر پیش نگذاریم. در یک حدیثی میگه حضرت سمره ابن جندب ان رسول الله صلی الله علیه و قال احب الكلام الى الله اربع، یعنی گفتن که دوست‌ترین کلام پیش خداوند 4 است: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر لا يضر بأيهن لله. یعنی انا همین سبحان الله الحمد لله الله اکبر لا اله الا الله، همین 4 چیز خدا دوست می‌دارد. اما از کدام سر می‌کنی ای الحمدلله یا ای الله اکبر یا سبحان الله این فرق نداره. فرق نداره. یکی اگر فراموش کرده ای الحمدلله سر کنی 33 بار، 33 بار سبحان الله و 33 بار الله اکبر بعد لا اله الا الله. اما بعضی ها متاسفانه همین تسبیحات را اینشان بیان کنیم همین که فرض خواند میشه میگم موضوعش همینجا هست. برادر عزیز موضوع این همین نیست. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها روایت میکنه که پیغمبر خدا بعد از سلام فرض یک دعا داشتن: اللهم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام. هیچ نماز کامل میکردن و دعا میکردن. ومن قرأ حين يأخذ مضجعه آمن الله على داره و دار جاره و اهله و دایرات حوله. یعنی هر کسی که این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم در بیهقی آورده است که وقتی بالای جاده ها رو شب شده پیش از خواب رفتن
حضرت آیت الکرسی را بخوانید در همون بالای جاده، از همون گرد خانه از دروازه کنده یک پوف کرده برد تا آخر دیوار، از اون طرف نایه از این طرف همون گرد خانه کنده یک خط کش. بعد از تمام کردن ازش آیت الکرسی این میگم محافظت من خداوند گرد خانه که یک دیوار میکشه که نه جین نه عجینه و نه بلا دیگر کافر باشد داخل حولی شده نمیتواند تو حتی این منفعتش به همسایه ها هم میرسد. ما امروز فرزندان رو در رسول شکل تو از همینجا بچه تا خان گیر بشه خط کش هرشد در بالای فرزندان رو برازید خانه ها کنم تکنید وقتی خانه کنید چه فرزندان رو میشه وعن علي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول علي حوادث هذه المنبر من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة لم يمنع من دخول الجنة إلى الموت. یعنی حضرت فرمود گفتند که هر کسی که بعد از نمازهای فرض حضرت آیت الکرسی آیت الکرسی الله لا اله الا هو الحی القیوم کفامه کافی، یعنی چکار میکنند از داخل شدن جنت و هیچ راه دیگر معنا کردن نیست بجز چیز، یعنی بجز من در باب داخلی شدن. اما این ترتیبات ما میکنیم تا حضرت آیت الکرسی را من میکنیم عمل ما آدم دارون آیات میکنم بعد از اون سلسله را الحمدلله سبحان الله الحمدلله الله اکبر لا اله الا الله وحده لا شریک له میخوانم همین این همین بزرگترین دعا که با حدیث‌های صحیح مش آمده که همش صحیح ها امام بخاری و امام مسلم هست. خدا رحمت کنه استاد اشان معصوم عبدالواحد علیه رحمت در حالت همون بیماری ها شده و عیادتش رفته که تمام عمر حتی در زمانی که بجاگت قریب در مدت 2 سال و پیش خواب بزرگواز درس میگفت. وقتی که بزیارت شدیم همه چند روز پیش از رحلت شان وفات شان بعد ما با همراهی حکیم و مسئول خطیب جیبالان چشم شد خطیبا یک حدیث رو میگم همه در این برا بگیرم و یک ثواب بگیریم. همیشه در جستجوی ثواب بودن اونهایی که باوری به الله داشتن باوری به زنده شدن روز قیامت دارن همیشه در جستجوی ثواب بودن. گفتن که این حدیث در 2 جا و 2 خیلی روایت شده من این دیدم بعد از اون دانشگاهم حدیثی که به حضرت علی روایت کردن همین است یا علی 4 کار کنه بعد از اون خوابم. اما حضرت عایشه صدیقه مادام رضی الله عنها این حدیث هم روایت کردن که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گفتن که چند کار کنه بعد از آن حضرت عایشه رو بعد از آن خواب کنه. برای من هر چه جنبش میکنم همین است. یکم گفتن اول حج کن عمره کن ختم قرآن کن تمام مسلمانان را از خود رضا کن تمام انبیاء علیه السلام شفیع خود کن من پیغمبر را در آغوش گیر بعد از آن خواب. حضرت علی گفتن سبحان الله این برای در یک شب برای یک انسان بسیار مشکل است هم حج کنم و هم مثال عمره کنم و هم ختم قرآن کنم و تمام مسلمانان را رضا کنم با پیغمبران رو شفیع خود درمانان بعد از اون کرد در آغوش گیرم خواب رو من گفتم بچه این نقطه مشکلی ندارم. اول 4 مراتب سوره الحمد در بالای جاگت رو ثواب حج عمره 4 بار در بالای جاگت میشنی الحمد میخوانی ثواب حج خدا تمام اعمال بنویسه ریاکار نباشه من حج. دوم با ترتیب کل دیگر فلان برای خاطر که اول قرآن بخونیم 3 مراتب سوره اخلاص قل هو الله را بخوان ختم قرآن میشه. بعد از آن گفتن عمرش همینه که گفتن لا اله الا الله وحده لا شریک له له ملک و له الحمد. این همین تا آخر کوی یعنی چی است؟ این خودش ثواب حج عمره را خدا در نام اعمال کنشتن. 4 یعنی گفتن که تمام پیغمبران شفیع خود را
و مرا در آغوش که جون هرچی اکراید 10 مراتب صلوات بر من میگویم در آخرش میگیم علی جمیع الانبیاء و المرسلین. همه پیغمبران را شفیع خود گردانیدی، مرا در آخرش مستحکم عجاب کردی و بعد از آن خواب رفتی. در آخر گفتن که یعنی مؤمنان را از خود رضا کنید، اللهم اغفر لی رحمانی و بعد از آن خواب کنید. اینا رو ببینید، هم ثواب حج، هم ثواب عمره، هم ثواب ختم قرآن، هم ثواب یعنی تمام پیغمبران را شفیع خود کردن و بزرگترین رحمت للعالمین در آغوش گرفتن. بعد از آن تمام مسلمانانی که در حیات برزخی از خود رضا کردن دیگر سعادتمندی به جاش میدن. همین است. اگر همین اگر بیستیم 3 دقیقه فقط در اینجا بازم بعضی حدیث ها آمدن که در همین حالت یعنی فرزندای خود حضرت عایشه گفتن که 10 اندازه سوره قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس میکنه شکر بینید فرزنداتون که اونها هم از تمام جن و شیاطین در امان باشند. همین است. برای این برادر عزیز یک حکایت میکنه صاحب کتاب، میگه پادشاه ظالم بود، بسیار بزرگ مسلمانان مبارزه میکرد، مسلمانان بسیار اذیت میداد. در یک از نبردها میگه اسیر افتاد، این پادشاه اسیر افتاد. وقتی که اسیر افتاد این پادشاه را مسلمانان گرفتن به خاطر اون اذیت و آزاری که بالای اونها دایم میکرد، شکنجه ها مسلمانان رو میکرد. مسلمانان میگه دیگه همون چیش و جوشی، همون غضبی که نسبت قهری که بین داشتن، میگه یک دیگه ها واردن بس کنم باختن ای دیگه ها واردن. میگه این اول همون بطای رو پرستش میگن اونشون اگری بخاری آرش که مکنکش که هیچ که قدرش دستگریش کردن نتانستن. میگه در همون درون آتش که آتش علنده زده بود گفت لا اله الا الله، لا اله الا الله. میگه همین 3 مراتب این کلمه رو تکرار کرده که از آسمان یک باران میگه الله میگه در حال خاموش کرد. حال به این تیار نشیده بود قضیه که میگه یک شمال کندار بگیرید میگه این میگه پادشاه را که دیگ برداشت و بود میگه از ما بین مسلمانان نجات شد که شاید تحجیب پس نشود بود. میگه در ما بین تمش قبلی چشماش کشیدی آلم لا اله الا الله میگه چشماش کشید که معلوم این پادشاه چی کسی گفت این کلمه از مرا نجات داد. اگر شما سرمان بودید دیگر از این کلمه باز نمی‌کردم. همه قومش هم مسلمان شد. باور کنید اینها نجات است. هر کسی میخواهد نجات، هر کسی میخواهد سعادتمندی داره نباید همیشه ذکر کنه. ولی بعضی ها اعراض گرفتن، بعضی همین جوانایی که نمیتونن به مذهب گفتن همین تسبیحات در ما نیست. حالا که حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت میکنن میگه که حضرت خودشان میگن که یک اولا در لحظه‌های اول میگن سنگ‌ها قطعی تسبیح میکردن، بعد از اون میگه یک بند گره کردن 1000 گره، بعد از اون میگه دونه‌های خرما را جمع کردن 1000 تا در یک بند گرفتن. هر روز شب فقط بعد از همه درس و کار و کشاکشیش پیش از خواب رفتن 17 مراتب استغفرالله میگفتن. 17 مراتب یعنی 17,000 بار. من شخصا کوشش کردم تا 3500 زیاد نتونستم. یا هر قدر دیکار رو دیره ببینی شوق و ذوق بودیم 17,000 مراتب فقط پیش از استغفرالله میگفتن. که الان گفتیم که هر کسی که بعد از نماز عصر اگر 30 مراتب را خونده بوده استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم و توب الیه، تمام گناه‌های او اگر چه نیست کف دریاها باشه خدا بخشیدن می‌کنه. برای این ذکرها را گفتن در یاد در ذکر بگیرید، ذکر کنید انشاءالله که الله سعادتمندی داره که ما به شما هستن. اکنون برادرها در اخیر یک چیز دیگر درباره چیز رو میگیم. همین است که پیش از همه برادرها همین وطن و دوست داشتنش یعنی حب الوطن من الایمان، دوست داشتن وطن از ایمان است.
ما وطن را دوست می‌داریم. وطن را وقتی دوست می‌داریم باید قولی نباشد، فعلی هم باشد. وطن را دوست می‌داریم باید که امروز در همه سختی‌ها و مشکلات باید در پهلوی وطن باشیم و غیرت و اون قدر کوشش غیرت داریم به خاطر آبادی وطن باید او را بکنیم.